تشکر زیاد استاد گرامی. انشاءالله کوشش بکنیم که وقتی جدا شده و ما رو بعد تقسیم کنیم و در نصفش خلافت فهم کنیم. چون وقتی که با بزرگان اینقدر شما سختگیری کردید، شاید ما از دقیقه ها بگذاریم حالا ما چی میشده باشم. برای این حتما کوشش میکنیم در وقتش باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. استادان، برادر و خواهران گرامی، من امروز هرچند هیجان زده هستم، نه تحت تاثیر احساسات بلکه با باور و ایمان به پیروزی حقیقت و درک مسئولیت رو برای شما آوردم و در مقابل شما ایستادم. حالا چنانه که اعلان شد، موضوع سخنرانی من درباره مبارزه است. هرچند نمیتوانم به تمام وجود و تمام پشت و پهلوهای مبارزه را در اینجا ذکر کنم و در یک مدت کوتاه کوشش کردم که سخنرانی هم اخچام باشد. کوشش میکنم که چند از درد دل خود را اینجا ذکر کرده باشم، نه تحلیل نه تفسیر، فقط اینجا من درد دل خود را ذکر میکنم. مبارزه ای که دیگر هر فرد تاجیکستانی در بدن نم می‌دارد، برایش یک امر مهم، واجب و امر است زمانساز. ما امروز در مقابل یک نظام خودکامه، یک ساختار ظالم که تمامی راه‌های نفسکشی، آزادی و عدالت را بسته است قرار داریم. رژیم فعلی در تاجیکستان نه دولت بلکه یک خونته خودخواه و تروریست است که حاکمیت را می‌خواهد اولادی کند، ثروت ملت مال میراثی به اولادش باشد و ملت غلامی حلقه باشش. برای همین از این منبر با تمام مسئولیت میگویم که مبارزه علیه دیکتاتوری امام علی الرحمن مبارزه برای نجات ملت است. ما علیه شخص مبارزه نمیبریم، بلکه ضد یک نظام ظالم و غیر انسانی برخاسته ایم. نظامی که مردم را در ترس نگاه می‌دارد، آزاداندیشان را زندانی می‌کند، زبان را می‌بندد، دین و فرهنگ را تحقیر می‌کند و وطن را به یک بازار شخصی تبدیل داده است. امروز مبارزه کردن با وطنداری هم معنا شده است. یعنی وطندار باید خاموش نباشد. خاموش ماندن همدستی بی‌واسطه برای ظالم دانسته می شود. مبارزه ما باید مبارزه با شرف، با احترام و روشن باشد، شفاف باشد. ما نفرت نمی پراکنیم، ما به ملت بیداری می آریم. بیداری یعنی چی؟ همان بیداری که دیگر به یگان حاکم، به یگان دیکتاتور دیگر ملت حق نمی دهد، این گونه بالای سر ملت تحقیر بیاورد و ظلم کند. ما حتما کوشش میکنیم که این بیداری را ملت به دست بیارد. ما دعوت به خشونت نمی کنیم، ما دعوت به شعور و تحول میکنیم. ما اسیانگر نیستیم، ما عدالت طلبیم و این فرقی است بین یک ظالم و یک مبارزی راه آزادی. هر سخنی، هر مقاله، هر برآمده، هر مراجعتی که ما میکنیم باید مردم را بیدار کند. ما حق داریم که مردم را بفهمانیم. میدونیم که آزادی به آسانی به دست نمی آید، ولی بی مبارزه هرگز به دست نخواهد آمد. پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک که خودشان میگویند افضل ترین جهاد سخن حق در نزد حاکم ظالم است. این حدیث پیامبر گرامی هم سیاست است و هم
رسالت هر یک مبارز. ما همچون نفری که طول چندین سال با سیاست سر کار داشتیم و خودی بنده عمری نیمی زیاد از عمرم در همین سیاست گذشت و در نهادهای گوناگونی سیاسی چندی از فعالیت‌های میانه را به دوش گرفته مسئولیت بردم. به این نظرم که دیکتاتورها بدون فشار داخلی و بین المللی شکسته نمیشوند. باید بالای آنها فشار آورد، باید علیه آنها مبارزه بود. بدون مبارزه بودن، تماشابین بودن، پنهان شدن، اینها به ما هیچ نفعی نمی آورد. فقط همین سوال در ما باقی میماند، به یکدیگر بگوییم که کی برمیگردیم. یک نظام اتوریتری و یگان دیکتاتور به اختیار خودش را نمی سپارد. تاریخ این را صدها بار ثابت کرده است و ما باید کوشش کنیم مبارزه بریم و او را دستگیرش کنیم. او نمی باید دو دستش را بردارد باید که ملت من به شما دستگیرم. ملت را باید دستگیر کند. از نیلسون ماندیلا تا هاول، از سلوادور آلنده تا مهاتما گاندی و حتی امروز در سراسر دنیا مبارزه شرط نجات خلق‌های مظلوم است. ما باید همکاری فعال با سازمان‌های بین المللی، کشورهای دموکراتی و رسانه‌های آزاد داشته باشیم. یک لحظه خاموشی بر ظلم را به خود ننگ دانیم. دانسته باشیم ظلم با خاموشی از بین نمی رود، بلکه خاموشی بر ظالم جسارتی بیشتری ظلم کردن می دهد. ملت وقتی که از ظلم دیدن شرم ندارد و ننگش نآید و به ظلم دیدن عادت می کند، آن ملت آهسته آهسته از باطن می میرد و ملت زنده هرگز به یک فرد برای دیکتاتور شدنش جسارت نمی دهد، حق نمی دهد. این حق را که دادیم از خاموشی ما بهره برده است. خلاصه ما امروز برای فرزندان خود مبارزه میبریم. اگر برای خودمان نشد، بسیاری ها میخوان که همین رفتن امام علی رحمان را خودشان ببینن و وقتی فکر میکنن که این چیز ناشده نیست ناامید میشوند. برادران عزیز، ما فرزند داریم، نسل آینده داریم. اگر امروز ما ندیدیم، باید فرزندان ما یک روز آزادی را ببینن. برای همین ما میگم که ما امروز برای فرزندان خود مبارزه میبریم، برای آنکه آنها در زیر پای رژیم بزرگ نشوند، مثل ما در زیر ظلم سن سال خود را از دست ندهند، حیات خود را از دست ندهند. ما مبارزه میبریم که تا در آینده نام تاجیکستان با شان و شرف ذکر شود، نه به نام یک دیکتاتور تمام تاریخ ملت، دارایی ملت ثبت شود. پیروزی آسان نیست دوستان عزیز. قربانی میخواهد، صبر میخواهد، اتحاد میخواهد، ولی این راه حق است و خداوند با آنان است که در راه حقند. خداوند در قرآن کریم و عظیم شانش گفته است: این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما راه خدا را، دین خدا را، عدالت را نصرت دادید، عدالت نصرت یافت و در زمین شما عدالت جاری شد، خداوند به شما یاری میکند و قدمهای شما را استوار میگرداند و دیگر هیچ یک دیکتاتوری به شما حکمرانی کردن نمیتواند. و در آیه دیگر میگوید: من جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چیکار میکنیم؟ کجا میرویم؟ چه خیر شد؟ 10 سال میگردیم، 15 سال میگردیم، با یکدیگر سوال داده میگردیم. الله گفته شده است که این سوال یک سومون: من جاهدوا فینا، به کسی من نصرت میدهم که به کسی من راه نجات نشان میدهم، به کسی من راه آزادی، راه غلبه یعنی راه پیروزی را نشان میدهم که در راه من کوشش میکند، در راه من غیرت میکند، در راه من جسارت نشان میدهد.
بخیر از من است که هیچ بنده نمی ترسد نمی هراسد و تمام قوه قدرتش را برای این راه صرف می کند، من به او لنهدینهم سبلنا با شکل جمع، یعنی با تاکید خداوند گفته ایستاده است که من به او راه را نشان میدم. کسانی که راه نیافته ایستاده، کسانی که در آخری راه روشنی نمی بینید، دانسته باشید که در مبارزه نیستید. سلامت باشید.